خواهران بزرگواری که ما را از طریق دنیای مجازی دنبال میکنید، با عمق جان فرمایش رسولتان را بشنوید. زنانی که پوشیده اند ولی نپوشیده اند. سه حالت ممکنه وجود داشته باشه که انسان لباس پوشیده باشه و نپوشیده باشه. اول، لباس او نازک است، لباسش نازک است، پوشیده ولی نپوشیده. دوم، لباس او به قدری تنگ است که پوشیده ولی نپوشیده. و سوم، لباس او کوتاه است طوری که عورت را نمی پوشاند. نساء کاسیات عاریات، زنانی که پوشیده اند ولی لختند. مائلات ممیلات، خودشون میلات، خودشون به سمت گناه مایلند و با رفتارشون، حرف زدنشون، راه رفتنشون، نمایش هایی که میدن، حتی با لباس هایی که میپوشن، مردم را به سمت معاصی سوق میدن و میل میدن. کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرهای آنها به مانند کوهان شتران بخت برآمده هست. موی سرشون رو طوری مدل میزنن و طوری شکل میدن که زیر همان روسری، زیر همان چادر، روی همان فرمی که به اون میدن اشکال بهش متوجه هست، به مانند کوهان شتران بخت است. فرمود لا يدخلن الجنه، اینها وارد جنت نمیشن. ولا یجدن ریحها، و وارد جنت نمیشن. ولا یجدن ریحها، و بوی جنت را هم نمیشنون. و ان ریحها لیوجد من مسیرت کذا و کذا، در حالی که بوی جنت از فلان و چنان مسیر، یعنی مسیر طولانی، به مشام میرسد. یعنی از حتی مسافت نزدیک جنت هم آنها عبور داده نمیشن.